نماینده حکومت و جانشین رئیس حکومت شهر کولاب بورسیه و ارومی قادر مدینه. مرحمت. دوستان عزیز، همدیاران، عزیزان دل، با لطف و مرحمت به اندازه شما حالا اجازه دهید از نام حکومت شهر کولاب، از نام رئیس آن محترم بابا جان مرمرویچ و شخصا از نام خودم این آوازخوان بسیار هم شناخته ما و شما را به مناسبت صاحب شدن و چنین یک عنوان عالی از جانب حکومت تاجیکستان از صمیم دل تبریک و مبارکباد گویم و در اینجا قید نمایم که چگونه که راوی مهربان امینه معرفی کردن اگر این سال را ما سال فرهنگی نیز اعلام کنیم خطا نمی کنیم، چون که از اول سال تا به این روز و باوری دارم سالهای دیگر این گونه روزهای فرهنگی به ما کولابیان نصیب خواهد شد. وقتی که روی صحنه می آیند البته دل از شادی ها لبریز می شود، زیرا تنها اساس و پایه دوستی خلق ها و معرفت بلند انسانی این صنعت بلند ما و شماست. و بار دیگر در این جاده همه اون صنعتورانی که در این روزها با چنین عنوانهای بلند عالی صاحب شدم از صمیم دل تبریک میگویم. مخصوص عادل جان عمرزاق میرزایف دیرکتور باغ فراغت و استراحت شهر و رئیس تلویزیون شهر کولاب سفر ارگشم که امسال به این عنوانها نائل گردیدند تبریک و مبارکباد میگویم و خواهان آن هستم که همیشه آنها در جاده صنعت سبز باشند و گلهای تر و تازه صنعت آنها همیشه به مشام ما نکهت خوشی برساند. و در حقیقت هم وقتی که صنعتکار از صمیم دل در روی صحنه مهنت میکند، مهنت آفریده او به نتیجه نمیماند و همیشه قدر کرده می شود. و چگونه که بار دیگر شما را از صمیم دل تبریک میگویم این روز مبارک را عمرزاق عادل جان و میخواهم که همیشه بلبل باغ صنعت باشید. تبریک. گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. و امروز من از آن شادم که برادر عزیز ما فرزند دست پرور و شخصی با معرفتی خطلانی عادل جان عمرزاقوف صاحب عنوانی بلند گشته است. عادل جان عمرزاقوف از آوان جوانی در زیر تأثیر هنری بالای مردم کولاب، علل خصوص در زیر تربیه استاد بلند مقام صنعت هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان بابا جان عزیزم تربیه یافته است. عادل جان عمرزاقوف انسان پاک است و ارزنده ترین شخص به این عنوان بلند دولتی است. در زندگی
سراسیمگی در یگان جا به کار نرفته است و یگانه هنرمندی که در بالایت هنری خود در پره کردن صنعت بلند خود و طاقت بسیار با تمکین او توانست او را به این عنوان مشرف گرداند. دوستان عزیز، راست گپ عنوان عادل جان کیم کیها باید داده میشد، لیکن من اول به تشکری که پیشنهاد میکنم عادل جان در تشکر که طاقت کرد تا به امروز و نشان داد که هر طعامی که نیم پخته است او را هیچ کس نمیخورد و شده است که نیم پخته طعام را بسیاری ها طعام خوب گفته خوردند لیکن لذت نبردند و عادل جان هنرش برای صنعتکارها و برای مخلصانش پخته شد. لذت هنری او ارزنده شد، شیرین شد، بعد بهای صنعتش داده شد. این حقیقت حال است و عمرزاقوف ارزنده است. نیست خاندانی که عادل جان در او خاندان توی نگذارنده باشد، نیست جمع آمده که عادل جان در او خدمت نکرده باشد، نیست باششگاه صحرایی که عادل جان در او خدمت نکرده باشد. من تمام مردم شریف کلاب، شیشتگی های تالار، هنرمندان شهر کلاب را از نام ریاست فرهنگ ولایت، شخصا از نام اهل عائله خودم و خودم و تمام خویش و تواران عادل جان عمرزاقوف را او وظیفه مقدسی جمعیتی که دارد، رئیس جمعیت ازبکانی در شهر کلاب بوده را، شخصا مردم ازبک زبان را که با یک خون ما جوشیده آمده ایم به این عنوان بلند از نام تمام هنرمندان ولایت تبریک و تهنیت گفته با او تنصیحاتی و تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنم. عنوان مبارک شود عادل جان. های به دستاورد نیامدیم، یک مکافاتکی که برای زیب صحنه گفته آوردیم با عادل جان برای یادآوری از نام ریاست فرهنگ میسپاریم. مرحمت. دوستان عزیز، سخن تکرار اینقدر معنی ندارد، لیکن من خوشبختم که امسال برای هنرمندان کلاب سال کلابی ها بود. یکی از زحمتکشانی که زیبایی باغ فرهنگ را با او درجه دارد که امروز کس حولی 2 ساعته خودش را نگاه کرده نمیتواند، مهدی‌اسلام میرزایف صاحب بسیار عنوان بلند دولتی شدند، افتخار ما هستند و او یک مدال افتخاری فرهنگی را گرفتند از دست راهبر دولت و سفرعلی ارگشف که همه باخت ما را و همه زندگی ما را هر شب پیشنهاد میکند. سفرعلی ارگشف را به این مناسبت عنوان ها از صمیم قلب تبریک میکنم. سلامت باشید. صد عمر رود کاری جهان میماند، کاری که نکوست جاویدان میماند.
دوستان عزیز و گرامی، در اینجا ارباب شایسته فرهنگ جمهوری تاجیکستان رئیس شعبه فرهنگ ظریف ولی حضور دارند که حالا سخن تبریکی را با آن کس می‌دهیم. مرحمت. دوستان عزیز، امروز خرسندی در کلکتیو ما حد کنار ندارد، برای که عنوان عادل جان عنوان همه کارکنان فرهنگ شهر است. من همه کلمه حسابم. تشکر و برامه واسه اونا ابو جان مرمرویچ که پیشنهاد ما را دستگیری کرده و حکومت جمهوری پیشنهاد کردن. من حساب میکنم که این برای ما یک هوسمندی بزرگ است، برای که مهنت ما را حکومت شهر ما قدر میکند، قیاس میکند، میسنجد. عادل جان در طی 30 سال خدمتش با تمام شیپنگ‌ها و بریگادهای پختکاری و فرم‌ها رفته خدمت کرده است. من حساب میکنم که این مکافات از طرف پرزیدنت کشورمان و اداره ما و برادر ما داده است. این بسیار مکافات مهنتی است. آش شود عادل جان. دیگر اینکه من از 40 کلمات روش گفتم، من اسلام میرزایی سفرانی دیگر شد. این برادرای عزیز ما هم با عنوان حکومتی مکافاتش دارند. اینم اعضای کلکتیو ما هستند. ما بسیار خرسند هستیم. با حکومت جمهوری و حکومت شهر بسیار تشکر میگیم. برای عادل جان فقط گفتنی هستم که وقت میخواهم که صحت سلامت باشن و آوازشان در بین دیار و دوستان، کشت و باران، مخلصانشان برای وطنی عزیزشان، برای توریستان عزیزشان خدمت کنند. و ما امروز حس کردیم که یگان مهنت رفیقان برای بس نرفته است. هر یک آدمی که در کجایی که نباشد، در کدام سایه نباشد کار کند، مهنت وی به حساب است. من از نام خودم، از نام اهل فرهنگی‌های شهر ناحیه، از نام آن آدمایی که امسال در جشن اندلیب 2001 در جشن 10 سالگی من در نظر دارم تشکیلات‌هایی که شعبه معارف، انیورسیته دولتی، کالج طبی، کالج آموزگاری، شعبه معارف و دیگر تشکیلات‌هایی که ما در کمک کردن، بسیار تشکیلات بسیار و شخصا تئاتر بانام ولیزاده، استاد رقص احمدی عبدالرسولov، من اینجا در برنده عزیز ما من رحمان جان، همین آدم ها بسیار مهنت کردن. به همه اینا تشکر برای اون که در رشد نوعی صنعت مدنیت کلاب بسیار زحمت‌های بسیار کشیدن. شخصا گلبرز ورش گرچه راهبر ما هم باشد، این یک وظیفه مسئولی به دست خود داشت. برای این کفاره برای چی گفته صاحب رفیقان، همه این برای عنوان عادل جان کمک شد. در ریسپوبلیک ما جای بهتر گرفتیم در ولایت. برای همین از نام همه شما، از نام همه صنعتکاران، از نام همه کارکنان فرهنگ با عادل جان بخت سعادت، عمری دراز، برد بوری آرزو میکنم.